عیسی سخنانش را دوام داده گفت: در نزد مردم نمایشکارانه کارهای نیک نکنید، وگرنه از پدر آسمانیتان مکافات نمیگیرید. وقتی که صدقه می دهید، به مانند آدمان درویه به همه آوازه نکنید. آنها در جماعت خانه ها و در سر کوچه ها صدقه دادنشان را اعلان می نمایند تا که مردم آنها را تعریف کنند. براستی به شما می گویم آنها الکی مکافات خود را گرفتند. اما هنگامی که شما صدقه می دهید، بگذار دست راستتان از کار دست چپتان آگاه نشود تا که صدقه شما پنهان ماند. آنگاه پدر شما که چیزهای پنهانی را می بیند به شما مکافات می دهد.